به نام آن که نام او مبین است، نهان سیرش الف و لام و میم است. به نام آن که ملکش بی زوال است، به وصفش نطق صاحب عقل است. محمد بر همه عالم رسول است، رسول و سرور و صاحب قبول است. هنوز آدم میان آب و گل بود، که او شاه جهان و جان و دل بود. بعدن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هموطن عزیز، برادر مسلمان، زندگی و حیات این نعمتی هستند از جانب الله ذوالجلال برای بندگان محبوبش. برای آفرنده این جهان یک هدیه است از جانب آفریدگار. دو چیز در اختیار انسان است، یکی رزق و یکی مرگ. اگر بیننده عزیز ما در هر مقامی نباشیم، الله ذوالجلال برای ما رزق را معین گردانیده است و خداوند خود رزاق است. پس ما در طلب رزق خسته نباشیم، خود را ناراحت نحسابیم، فقط رزق حلال را جستجو کنیم. و مرگ هم از جانب الله ذوالجلال است. وقتی انسان رشته عمرش به پایان میرسد، خداوند ذوالجلال شربت موت را به او میچشاند. اما برای انسانی که نعمت را از جانب الله میداند و هر امتحانی که به سرش آمد از جانب خدای ذوالجلال میداند و در امتحان الله صبر میکند، خداوند ذوالجلال در برابر صبر برای او اجر میدهد. الله مهربان در کلامش بیان میکند: استعیذ بالله ان الله مع الصابرین. خداوند همراه صبر کننده ها هست. هموطن عزیز، بیماری دردناکی که امروز در بین مردم آوازه ها هست که او را بیماری خطرناک مینامند، این بیماری سیل است که این بیماری البته تبابت شونده هست و باید اراده را مستحکم گرفت و از خداوند ذوالجلال رابطه برقرار کرد. این البته که تبابت می شود. زمانی اگر نفر این نشانه ها را در خودش اظهار کرد، یعنی ظاهر کرد، باید حتما که با طبیب حاذق مراجعت نماید. ای بیننده عزیز، ای هموطن مهربان، این درد و این مصیبت ها برای امتحان بنده است، برای آگاهی بنده است، برای شناختی الله ذوالجلال است. پیامبر صلی الله علیه و سلم بیان میکنند که هر نفری رو که خداوند ذوالجلال بیمار میکند، سه چیز را از او میبردارد: یکی رزق، اشتیا را، و یکی قوت را، و یکی گناه را. وقتی الله ذوالجلال بنده را بشارت به شفا میدهد، آن دو ملائک را امر میکند، نفری را امر میکند که رزق بنده ای من، اشتیاء بنده ای من را بجا بیار، و نفری دویم را امر میکند که قوت بنده ای من را به سرش بگذار. اما ملائک سوم از جانب الله امر کرده نمی شود. ملائک دعا میکند: ای پروردگار رب العزت، آیا این بنده ای که بیمار بود شکرانه ای دردی تو را بجا آورد، آیا من گناهش را به سرش میمانم؟ خدای ذوالجلال بگوید: تو شاهد باش که من گناه بنده ام را عفو کردم، زیرا بنده ام شکر دردی من را بجا آورد. برادر عزیزم، زمانی اگر انسان به چنین بیماری نزدیک او مبتلا بگردد و زمان شفای او را ببیند، مطمئن می شود که امروز اول الله، بعدا طبیبانی که حاذق هستند با مهربانی دردمندان را شفا می دهند. برادرم بیمار شد، زمانی نزد طبیبش بردم و زمانی تشخیص کردن طبیب گفت: تو خوب هستی، انشالله خوب می شوی و این بیماری تو مشکلی ندارد. بعد انجام دادن جراحی داروی رو استعمال میکرد و زمان استعمال کردن دارو البته که کمی ناراحت میشد، اما زمان اراده را مستحکم گرفت و رابطه را با طبیب حاذق برقرار کرد و رابطه دعا مستحکم گردید. الحمدلله امروز در نزد مادر مهربان این برادر با تن سالم زندگی دارد. پس برادر عزیزی که مبادا نشانه بیماری را در فرزند یا در برادر یا در خاندانت میبینی، با خدا اولا رابطه برقرار کن، از الله شفا طلب کن. بعدا نزد طبیبانی که اونها را خداوند در این راه متخصص گردانیده است، صاحب کسب گردانیده است، محبت این کسب در قلب اونها جای داده است، و اونها مراجعت کن و به سخن اونها گوش کن. ان شاء الله از خدا امید است که شفا را به دست می آورید. چو دریای رحمت تلاطم کند
گناه صاحب خیش را گم کند. و السلام علیکم و